گر برانند و گر ببخشایند، ره به جای دیگر نمی‌دانی. در پای لطاف خوانش اشعار و حکایات سعدی شیرازی. گر بگویم که مرا با تو سر و کاری نیست، در و دیوار گواهی بدهد کاری هست. تا حالا تقریباً 19 ماه فارسی را یاد گرفته‌ام. اجرای آواز دست جمعی به افتخار این شاعر پارسی گوی ایرانی. در مراسم روز بزرگداشت سعدی در پکن. آهنگ جهانگردی سعدی به سرم نیست، چون خواجه شیرازم و فکر سفرم نیست. آثار سعدی سالهاست به زبان چینی ترجمه شده. کتاب گلستان به عنوان درس مسلمان در چین قابل استفاده که هم نسل به نسل بیت سعدی میخونه، مثلا منت خدای را عزوجل که طاعت است موجب قربت است و شکر اندرش مجید نعمت. دانشگاه مطالعات پکن یکی از 10 دانشگاه چین است که دانشجویانی در رشته زبان و ادبیات فارسی میپذیرد. تا حالا 3 دوره فارغ التحصیل شدن، 3 دوره لیسانس، یه دوره کارشناسی ارشد هم فارغ التحصیل شدن. آنها در زمینه‌های تجاری یا دیپلماسی و خبرگزاری هم کار میکنن. در این مراسم تعدادی از استادان و سعدی شناسان ایرانی و چینی درباره آثار، دیدگاه و جایگاه سعدی در تاریخ و ادبیات ایران سخنرانی کردند. علاوه بر سعدی، برای دیگر شاعران معروف فارسی از جمله حافظ، فردوسی، مولوی و عطار هم آیین‌های بزرگداشتی در سراسر چین برگزار می‌شود. امیر شایمر، خبرگزاری صدا و سیما، پکن.